پس از گذشت زمانهای بسیار طولانی بالاخره این بنده حقیر توانست خانه خود را پیدا کرده و داخلش به سکونت بپردازد. و سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم خوب باشه. خوش اومدید این ویدیو، یعنی پارت 7 گیم پلی ماینکرافت که من تو پارت 6 کلا اصلا دوباره خونه بودم و خدا رو شکر با اطلاعاتی که از قبل در ذهن کوش‌های من بود و اطلاعات دیگر از منابع دیگر که حالا دیگه شما شد نه رفتم ویدیوی قبلی رو نگاه کردم تونستم خونم پیدا کنم. بله و دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم دیگه. من امیدم و به کانال داشر خوش اومدید. خب اجازه میگم همونطور که گفتم خونم پیدا کردم و توی این پارت قرار نیست اصلا بیرون از خونه بریم، حالا شاید آخر کنم ولی فعلا قراره روی این خونم کار کنم. خونه که نه، روی این راهی که درست کردم. اون موقع اندرمن اومد مثل چی ترسیدم و اینجا رو درست کردم و بخواستم پشت خونه در برم. بعد دنبال اینجا فکر خوبیه که ما برداریم مثلا اینجا رو بکنیم بزرگیش کنیم. بعد میتونم گاو بستم یا نفر بزنیم. بعد میبینیم چند من گاو نه نمیبینیم دیگه، شما درک نمیبینیم این هوش من رو و جا حرف میزنم دیگه. و بریم برای درست کردن اینجا. این مثلا تورچ، اینجا تورچ، اینجا تورچ، اینجا نباشه، اینجا تورچ و اینجا. حالا اینجا فرنسا رو میچینیم، فرنسا رو اینجا. این 15 تا فرنسا هم لازم نبوده، اضافی شد و اینو باید چی نداره. آها راستی من 2 تا بلوکی طلا پیدا که بودم پیدا که کنده بودم اینجا رو پیدا کردم. این خودش میشه 18 تا طلا و من الان از یعنی طلا از آهن بیشتر دارم. طلا هم بیشتر از آهن هم. آهن 2 تا گوشم پخت. بدبختم هیچی آهن ندارم. چیزی مهمه آهن ندارم و طلا دارم نیستم. البته طلا خوبه ولی زود میشکنه طلا. طلاها رو من نگرشم بر ندر. خب الان باید این در رو بکنم. در بکنم گوسفند خب گوسفند قوم هم نمیشونم بچه نمیدونم چرا نمیشونم جا رو تنگیه بلوک دارم و ببینیم گوسفند چیز رو بودم چیزی نمیبورم که بخوایم این رو بکنم بکشم. اول از همه بخوایم 2 تا مرغ باید بیاریم. حداقل از هر موجودی ما 2 تا نیاز داریم. یه خودتون میدونید دیگه از همه 2 تا نیاز داریم. بعد جیه خوشون برید تا پرورش میبوریم. مرغ کجا رفت؟ سر مرغ ازم و دوباره الان باید برم مرغ پیدا کنم. نه پیدا میشه بچه. یه بچه مرغ پیدا کردم ولی باید یا بهش فضله بزرگ یا مرغ بزرگ بکنیم چون اینجوری نمیشه. و الان
چند تا میخواد بزرگ شد؟ زیاد میخواد؟ برای بزرگ شد دونه بدیم دیگه. اون الان ما برای گوه بکنده جا نداریم. عشق من اصلا دشمنی ندارم. الان چرا من کجکی میرم؟ بابوسان نخواستیم. 4 تا دارم. الان من از اون مرغا میتونیم تخم مرغ دست بیاریم و تخم مرغ اصلا مرغداری را میندازیم. هی تخم مرغا میدونیم دیگه میکنم. بعد تخم مرغا که جوجه میشن بعد میبینیم تخم مثلا مرغا زیاد میشن میکشیمشون. چی به دست میاریم؟ مرغ و میپزیم باید بقدم این مرغ از هر صورت از هر نظر که ببینیم کنی صورت مثلا حالا ای مرغی چی گذاشتی؟ به 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 مرغی شما ببینیم چند تا بچه اینو بزرگ کنم خاک من برای آها داشتی در میرفتی من باید چیز درست کنم چیز چی بود اسمش آها راستی چی خواست آها برم دوره این غذای مرغ. خب بچه این مرغ بزرگ شد بزرگ شد ولی هم دیگه ندارم که بدم میمونه دیگه بر پارز باید تخم گذاری و اینا همه انجام میدم گله مرغ درست میکنم و بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باش نه امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید و نظرتون بنویسید. بازی جالبی هم برای گوشی مد نظر برای اندروید مد نظر داشتید معرفی کنید تا ویدیوشو تیکانو بذارم و اگه از محتوای من خوشتون اومد حتما من سابسکرایب کنید و اگه منو ساب دارید کامنت انگلیسی بذارید تا سابتون نپره و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.